آقا سلام به شما رفیقای گلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من آذرخش هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو که قراره که یکی از به قولی ترند ترین ویدیوهای امروز یوتیوب ماینکرافت رو با هم دیگه چیز کنیم، چی میگن، با هم دیگه بریم تستشون بکنیم که ببینیم آقا واقعا درستن یا غلطن. که من اومدم به روش سنتی با اون اندرپل چیز پیدا کردم، یه دونه ویلیج پیدا کردم که واقعا وضعیتش بده. ویلیج زامبیه، تلفظ انگلیسیش اسمش یادم رفته به قولی، ولی حالا زامبیا توش بودن، اشکالی هم نداره. خیلی خب آقا، همه چی به هم ریختن اینجا، میدونی یا نه؟ همه چی به هم ریخته است، اصلا هیچ چیز درست حسابی نیست. و برای اینکه بتونی اینا رو درست کنی به همین چیزا چند تا چیزا نیاز دارین که من اول یه هپی گست میذاریم، بعد لباس تنش میکنیم که واسه خودمون باشه، بعد یه دونه لید نیاز داریم و برای چیز کردن هپی به قولی یه جا گذاشتن هپی گست هم میتونیم از اینو استفاده بکنیم. چوری که نه، سیاه یعنی کف بهش. خب لید قربون برم، چرا اینقدر صدا در میاری؟ انزا آها، حالا گوی خواستین چیز ببخشید شرمنده. بله ما اینجا ای از این کبریتی ها میذاریم، اسمشون چی بود دیگه؟ سولفر، اسمش یادم میره واقعا، اسمش سخته به نظر من. بنده آقا میایم از اینا چند درست میکنیم به مقدار خیلی زیاد، خیلی خیلی زیاد. خودش کن ندارم باید برم عجی جان. حالا من ویدیو رو کات میکنم، وقتی که تموم شد دوباره ویدیو رو شروع میکنم. آقا من بالاخره بعد از 5 دقیقه دن سرویس شدن دونستم این همه رو درست بکنم و باید به ایشون وصل بکنم و ایشون رو از اینجا وایسا ببینم الان من وای واو آها بیا پایین پدر خوشگل. واو یعنی من الان هر جا برم اینا هم با هم میان، درسته؟ بهتره که بریم بالا 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 بالا. سرنم بیشون فندک بزنم میتره که دیگه فکر کنم. نه بچه یه چیز دیگه ایم که هست، واسه این هم لید بزنم. وای اشکال نداره، اصلا اشکال نداره. تو کجا داری میری تو؟ خیلی خوب، ما الان میخوایم چیکار بکنیم؟ ما الان برای اینکه وای اینا چقدر زیادن باید به یه جایی وصلشون کنم. بیا اینجا. اوه باری از دوشانم کم شد آخیش. خب حالا میتونم من یه کاری بکنم که یه تیرکمون فلیم درست کنم که ویدیو رو کات میکنم. آخ خیلی خب من تیرکمون رو درست کردم، الان هر جا بزنم آتیش. خب الان یعنی من داستانم برمیدارم. بیا بالا بیا بالا عزیزم، خجالت نکش.
کجایی ها؟ من چرا اینقدر رفتم بالا؟ الان یه چیز دیگه هم که هست، من باید تا اینا رو ببرم بالا، بعد یه قیچی زن تمومه، چون اینطوری چیز میشه دیگه. وایسا اینه تیکم به تو خوشگله بزنم. نه او مای گاد یا اول فاز من که نفهمیدم چی شد، ولی انشالله که او واقعا چیز عجیبیه. او خیلی خوب دمت گرم آقا، اصلا ایراد نداره. به قول فهمیدیم که درسته و میتونیم آویزون کنیم و خیلی چیزای خفنه دیگه. مرسی که تا این آخر این ویدیو با من بودین. تا ویدیو بعدی خدا یار نگهدارتان باشد.